فیلم رستگاری در شوانشینگ به کارگردانی فرانک داربون و با بازی تیم رابینز و مورگان فریمن بر اساس داستان کوتاهی از استیون کینگ ساخته شده. این فیلم توی نگاه اول داستان دو زندانیه، ولی در واقع درباره امید، آزادی و قدرت اراده است. اندی دوفرین یک بانکدار موفق به اتهام قتل همسر و معشوقش محکوم میشه. اون قسم میخوره که بیگناهه، اما مدارک علیهش اینو میگن و به همین دلیل به زندان شاوشینگ فرستاده میشه، یکی از خشن‌ترین و بیرحمانه ترین زندانها. اونجا با رد مورگان فریمن آشنا میشه، مردی که میتونه همه چیزو تو زندون برات جور بکنه. کم کم بینشون یک دوستی عمیقی شکل میگیره. اندی برخلاف بقیه زندانی ها تسلیم محیط نمیشه. اون باهوشه، آرومه و حتی از مهارت های بانکیش برای کمک به رئیس زندان و نگهبان ها استفاده میکنه. اما در دلش یک راز بزرگ نگه داشته شده است، نقشه‌ای که سالها وقت میبره. چیزی که فیلمو خاص میکنه اینه که این فیلم فقط درباره زندان نیست، بلکه درباره این حسه که حتی اگر همه چیزو ازت بگیرن، امید رو نمیتونن ازت بگیرن. اندی 19 سال در زندان موند، اما هر روز قدم کوچکی برای رسیدن به آزادی برداشت. اون از یک چکش کوچیک سنگ تراشی استفاده کرد، سالها دیوار سلولشو تراشید و تونست تونلی به بیرون بزنه، کاری که غیر ممکن به نظر میرسید. وقتی بارون میبارید و اون با لباس پاره در فاضل آب زندان بیرون اومد، حس رهایی و به زیباترین شکل ممکن نشون داد. فیلم میگه امید خطرناکه، ولی تنها چیزیه که ما رو زنده نگه میداره و حتی اگر در تاریک ترین جای دنیا هم باشی، اگر به آینده ایمان داشته باشی، میتونی از نو شروع کنی. چرا این فیلم بهترین فیلم تاریخ سینما در صدر سایت IMDb هستش؟ سالهاست در رتبه یک جای داره و هیچ فیلمی تاکنون جای این فیلم رو نگرفته است، چون داستانش جهانی و همیشگیه. همه ما توی زندگیمون شاوشنگ خودمون رو داریم، پایانش ترکیبی از اشک و لبخنده. بازی تیم رابینز و مورگان فریمن بی‌نقصه. بچه‌ها، زندان شاوشنگ جاییه که آدم‌ها رو نه فقط از آزادی بلکه از روح و انگیزشون خالی میکنه. زندانی‌ها بعد از چند سال دیگه حتی نمیتونن بیرون رو تصور کنن. رد در یک جمله فوق‌العاده این حس رو توضیح میده. اولش ازش متنفر میشی، بعد بهش عادت میکنی و بعدش وقتی به اندازه کافی موندی دیگه نمیتونی بدونش زندگی کنی. این یعنی زندان فقط دیوار و میله نیست، زندان توی ذهن شکل میگیره. بچه ها، اندی دوفرین در ظاهر یک زندانی معمولی بود، اما درونش یک جهان متفاوت داشت. اون به جای اینکه خودشو به سیاهی بسپره، دنبال راهی برای زنده موندن بود. نه فقط زنده موندن جسم، بلکه زنده موندن روح. کارهایی که اندی کرد، ساختن یک کتابخانه برای زندان، کمک به زندانی‌ها برای ادامه تحصیل، استفاده از مهارت بانکی برای تغییر جایگاه خودش در زندان. اندی نشون داد که حتی در بدترین شرایط میتونی به دیگران کمک کنی و به خودت معنا بدی. 19 سال طول کشید. هر شب کمی از دیوار سلولشو تراشید و خاکشو یواشکی توی حیاط پخش میکرد. این کار صبر، ایمان و اراده میخواست که باور نکردنی بود. وقتی روز موعود رسید، اون با لباس نگهبون به دفتر زندان رفت، مدارک و پول رئیس زندان رو برداشت و از تونل باریک پر از فاضلا گذشت. بعد در باران ایستاد، دستاشو به آسمون بلند کرد و برای اولین بار بعد از 19 سال هوای آزادی رو نفس کشید. فیلم با ملاقات دوباره اندی و رد در یک ساحل آرام به پایان میرسه، جایی که آسمان آبیه و هیچ دیواری وجود نداره. این صحنه نماد رسیدن به بهشت شخصیه که هر کس در ذهنش داره، جایی که بعد از تمام سختی‌ها بهش برسه. چرا این فیلم یک شاهکاره؟ شخصیت پردازی بی‌نقص، موسیقی جادویی، پایان امیدوار کننده. برعکس بسیاری از فیلم‌های زندان، این یکی به ما لبخند میده و یک پیام جهانی رو هم به همراه خودش میاره. همه ما به امید نیاز داریم. رستگاری در شوانشینگ داستان امیدی که 19 سال طول کشید. تصور کن یه روز صبح بیدار میشی و میبینی همه زندگی تو ازت گرفتن، زنت مرده، همه میگن قاتلی و حتی یه نفر هم حرف تو باور نمیکنه. یه حکم حبس ابد میدن دست تو، میفرستنت جایی که امید معنی نداره، یعنی زندان شاوشنگ. شاوشنگ جاییه که آدما رو نمیکشه ولی روحشون رو له میکنه، جایی که سالها میگذره و تو دیگه حتی یادت میره بیرون چه شکلیه.
فرقی نمیکنه کجای زندگی باشی، تا وقتی امیدو داری هیچ کس نمیتونه زندان رو توی ذهنت بسازه. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما کانال خودتون رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. در ضمن توی کامنت ها برای من بنویسید اگر این فیلم رو دیدید نظرتون در مورد این فیلم چیه؟ آیا حقشه که در صدر قرار بگیره به عنوان یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما یا نه؟ نظرتون رو حتما برای من کامنت کنید، من جوابتون رو میبینم. مرسی که تا اینجا با ما بودید.